محمد شاهیان، شما فراموش نکنید که اون تازیانه هایی که در دست شماست، اون تازیانه ها از دست شما روز خواهند افتاد. اون تازیانه هایی که برای شما امروز شما را خداوند زمامدار کرده است و خود را در دست شما داده است، اون تازیانه ها روز می افتند از دستان. اون جانی که خداوند در کالبودی اون جسد شما داده است، اون جان و اون روح روز گرفته می شود. آن جان و آن روح وقتی گرفته شد، پس تو یک جسد میشی. چنانه که علی کرم الله وجهه یا رضی الله عنه در سخن میگوید که انسان میانی سه چیز قرار دارد: اولها نطفه و اوسطها جیفه و اوسطها عضله و آخرها جیفه. یعنی ببینید که انسان از سه چیز است. اولش چی است؟ از نطفه، از یک قطره منی آفریده شده است. و دومش عذیره که میان ما و شما فعلا در شکم هامون چی است؟ خودتان خلاصه کنید که در شکم ما آنچه که ما کار میکنیم و میخوریم چی است؟ خوب معلوم است دیگه. و آخرش چی است؟ آخرش یک جیفه. پدرت میبره، پسرت میبره، دخترت میبره، برادرت میبره، نزدیکترین شخصت که مرد یک روز نگاش کردن نمیتونی، اون یک جسدی بوی میکند دیگه، اون باید برای تو در خاک یعنی که بسپاریش. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. الله سبحانه و تعالی فرمان میگه یعنی باید برای تو اون در خاکش بسپاری که از خاک آفریدمش و با خاک بازش میگردن و از اون خاک بار دوباره میخیزونمش. خوب، پس وقتی از منی، از عذیره و از جیفه چی است که انسان یک تینت و یک چیز میتید که اون فرق میکند از حیوان فرق میکند و اون چی است؟ اون تقوا است، اون پرهیزگاری است. باور بکنید شما کی هستید؟ اولت از آب منی، میانت یک عذیره و یک اخلاط و آخرت یک جیفه بدبو. یک روز برای آن روزی سکرات مرگتان فکر کرده اید شما؟ آی مقامداران، آی دامادهای رحمانو، آی رمضان رحیم زاده، های اس یتیم وفیکی جان به حلقوم رسیده است و در حالت تنگنا قرار داری، آرزوی مرگ داری ولی خداوند مرگ برات نرسانده است. و چنانه که تو عذاب دادی چنان باید در این دنیا باید اون روسیاهی تو را این ملت ببیند. برای این تقوا و پرهیزگاری ما از شما که دیگر تقوا انتظار نیستیم. تقوای شما برای خود شماست. هر کاری که شما میکنید برای خودتان میکنید. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر عملی خیری که شما میکنید ذره هم باشد به مانند دانه ارزن، شما او را میبینید. اگر شما اعمال شر هم که انجام دادید با ظلم و فشار و ستم و زندان کردن و از بین بردن، پس شما خودتان اونا یعنی که خواهید دید در روز قیامت. پس این قدر چیزه وقتی که شما میفهمید، این دروغ ملاها نیست. این چیزی نیست که خداوند یعنی که ما را عبث و بیهوده خلق کرده باشد یا آفریده باشد. الله سبحانه و تعالی ما را هرگز عبث و بیهوده ما را نآفریده است. باید شما فکر کنید، باید امروز برای فرداتون فکر کنید. آنچه که بر سر البسی اومد، اس یتیموف باید پند بگیرد که هر کسی که دیگر پرزیدنت به جای رحمانو بیاید، رحمانو پیشوا شود، نعوذ بالله پیغمبر چه اعلان کند، موسی زاده حسین موسی زاده دستاش پیش بر بگیره، سالش قطعی از زمین بیسته و لینگوش چخ کنه بگه که این گپو این ایری قرآن است. یتیم افترس پسند نمیکنه. دیدی هم مسیموف چی گپ شید؟ همو هم امنیتی البسی بود. دیدی زندان شد. دیدی جیانی البسی را چکارش کردن. دیدی با طبق معلومات رسیدن 118 نفر از مقامداران نزدیک نظربای فعلا در زندان. 118 نفر. قضیه قزاقستان برای تاجیکستان یک درسی بهترین است. 118 نفر مقامدار و پولدار و نزدیکترین افرادی نظربای البسی فعلا در زندانهای توقیف قرار دارند. 118 نفر. یعنی این عددی بازی نیست. این چیزی نیست که برای رحمانوف یک چیزی بازی باشد. رحمانوف ترا اودکبه، ترا طالبا، ترا یگون کس پست نمیتونه کرده ای دست این ملت. او تو میدونیم قاتل میکشی نیکی آخی کشتنت ادامه پیدا نمیکنه.
رفتی مردم غرب بمبا پرتوفتی قفای کواشکوف دویدی که مورا سپاسات کنی فایده چند کرد فهمیدی خودت. این قدر ظلمی که تو انجام داده ایسای، پس تو فکر داری که نهایت خوب و نیکت را انتظار است. تو فکر داری که این مردم و این ملت را میبخشن. تو فکر داری که تو یعنی که کار میکنی که نجات میابی میرای. نه، تو قیف به الباسی تا حاضر را برآمد این ملاقات نکرده است و با بعضی قولا در روسیه است. الباسی در سفارت قزاقستان در روسیه. فهمیدید چی گفته ایسیم ما؟ شما آنچه که ما گفته ایسیم فهمیده ایسیم مقصد چی است؟ پس چی فکر دارید؟ حالا هم ظلم کردن، حالا هم کیلر فرستادن، حالا هم این کارهایی که شما انجام داده ایسید، اینها کارهایی هستند که حکومت شما را ادامه میتید. یا که محمد اقبال کشته شد یا یک مبارز کشته شد، این سبب می شود که حکومت شما ادامه پیدا کند، یا این سبب می شود که شما دیگر حکومتتون یعنی که ابدیت شود. همین خیلی است. اگر محمد اقبال مبارزه را بس کرد، حکومت شما ابدی می شود، این ملت دیگه خواب میکنه. شما همین فکر کردی؟ یا که این ملت دیگر بیدار شد، جنایت‌های شما را فهمید، دیگر کشتن محمد اقبال، کشتن مبارزه برای شما را هیچ معنی ندارد. شما باید تغییر بدید خودتون. تغییر دادن خودتون با چند راه امکان و امکان پذیر است که این کار انجام بدید. با زندان کردن و بازداشت کردن و بدرقه کردن، دلای جنایتی کشودن و در داخل اینترپول دادن و $25,000 دادن، نفر را در اینترپول داخل کردن، قطعی شما نمیتونید که کار انجام بدید. شما نمیتونید حکومت خودتون را پیش برید. شما نمیتونید حکومتتون سوارکک نشکله که رحمان میگه ما حکومت سوارکک کردگیم. حکومت سوارکک کردن نمیتونه دیگه. وقت گذشت برفت، اون وقت به اتمام رسید. و همون خاطر خدا کند که این ملت بفهمد و درک کند که چی مصیبت های را آیله رحمانو بر بالای این ملت آورده است. و این ملت اگر هر چی صبر کند، اگر هر چی طاقت کند، دیگر نمیتواند روزی نیکی را داشته باشد با بودن رحمانو، با بودن این نظام فاسد